ببینید سال 73 که ساعت خوش به اوج خودش رسید، یهو روی بورد زدن که ممنوع الکار همه. من 4 سال چون کارگردان و لیدر ماجرا بودم، بچه دیگه حدود 1 سال 2 سال فکر میکنم. من یادم ورودم به تئاتر شهر ممنوع بود، ورودم به جام جم ممنوع بود. یعنی یه بار من رفتم وارد جام جم شدم، رفتم بچه رادیو رو ببینم که اون موقع رفته بودن در تلویزیون، ریختن منو گرفتن و اصلا وضعی که کی راه داده تو رو تو سازمان. بدترین 3-4 سال زندگیم بود. به جایی رسید به لحاظ مالی که من دیگه نمیتونستم حتی نون پنیر بخرم. یعنی دیگه کسی نبود که ازش پول قرض کنم و یه موقع‌هایی مثلا برای 1000 تومان که یه نون بخرم پنیر، بچه‌م کوچیک بود اون موقع 3 سالش بود فرهاد. یه شبای گشنه خوابیدیم واقعا، یعنی این بچه اینقدر گریه کرد تا بیهوش شد. 4 سال همه موامتون 4 سال سفید شد و نمیدونم شاید باید این شکلی میشد، چون اگه من اون مسیر رو میرفتم کلا یه مسیر دیگری رو میرفتم. اصلا بازیگر سینما میشدم شاید و یه اتفاقات دیگری میافتاد. اینی که الان هست نمیشد، یعنی مسیری که الان اومدم حتما نمیشده. شاید خیر در این بوده که این شکلی شده. من یه چیز دیگه بپرسم، شاید اطلاع داشته باشین، اگر هست به ما بگین. بچهای دیگه ساعت خوش تو اون 1-2 سال چیکار می‌کردن؟ اونا هم خیلی زندگی سختی داشتن، برنامه اجرا می‌کردن. توی سعید آقاخانی، عطاران، رادش، نادر سلیمانی، یادمه که تو رستوران برنامه اجرا می‌کردن و فقط برای اینکه زندگیشون بگذره. 1-2 تا از بچه‌ها هندونه می‌فروختن واقعا و اونا هم 1-2 سال بعد. جالبه تمام بچه‌ها سر ساعت خوش ازدواج کردن. یعنی اکثر یه تا ازدواج کردن ممنوع کار شدن. هیچ کاری نمیتونستم بکنم و حتی چیزهای اولیه زندگی رو نمیتونستم تأمین کنم. یعنی وقتی این به من گفتن میتونی از فردا بری سر کار و شروع کنی، من یک جنازه بودم که نه انرژی داره، نه انگیزه داره، نه جون داره، نه. من یادم توی 4 سال 11 بار اساس کشی کرد. برای اینکه هر خونه که میرفتیم 2 ماه 3 ماه بعد اجاره خونه نمیتونستیم بدیم، میریختم اون بیرون و دیگه مثلا شاید خونه 7م 8م دیگه کارتونا رو باز نمیکردیم چون میدونستیم 2 ماه دیگه باید اساس کشی کنیم. خیلی دوران عجیب. الان این همه بادیگارد دارم. ولی چندین کار سینمایی حالا در زمان خودش خوب از دست رفت به این دلیل.